آل بزرگترین مشکلی که در مقابل مردم انتشار اسلام در اروپا و امریکا هست خود مسلمان ها هست، به خاطر که اونا میبینن که مسلمان شراب میخورن، میبینن که مسلمان بیدین است، مسلمان برش آیت قرآن میشینه ادب شیشتن خدا یاد نداره که چه قسم بشینه، ادب گوش کردن قرآن و کلام دین یاد نداره که چه قسم گوش بگیره. در وقتی که مثلا صحبتی از قرآن میشه و مصروف از قصه کردن و گپ زدن که پالو فایل خود اینال مردم سنازو سایل میکنه که اگر این مسلمان است این وقتی که در مجلس قرآن شیشته گوش کردن گپ قرآن متوجه نیست، اگر این مسلمان است ما این اسلام چی کنیم؟ از این خاطر اونا میگن که ما از دست مسلمان هایی که ظاهرا مسلمان هستن دین قبول نمیکنیم. تو چه قسم مسلمان هستی که وقتی گپ دین گفته میشه تو قصه خانه تا شروع کردی؟ تو چه قسم مسلمان هستی که وقتی گپ دین گفته میشه تو توجه نداری، فکرت به موبایلت است؟ وقتی که اون این مجلسه در بین کمره میبینه میگه اگر اسلامی است که این مسلمان است پس من این اسلام قبول نمیکنم. از این خاطر امروز مثل دیروز واره نیست که تو در یک قریه شیشتی و هر بدی که کردی و او مردم نفهمه یک اشتباه عادی یک مسلمان سبب از این میشه که یک غیر مسلمان از دین اسلام متنفر شود. امروز دشمنای اسلام با استفاده از 4 نفر ملا و مولوی بیدین، 4 نفر زن بد اخلاق، 4 نفر غلام فروخته شده خود میخواین قانونهایی را در افغانستان تطبیق بکنن که به نام خشونت علیه زن. آیا تو مسلمان از این قانون خبر داری؟ آیا تو مسلمان یک روزی قانون باز کردی من حیث عالم اسلامی که تو در مسند پیغمبر ششتی و بسیاری از اینا در تلویزیون ها بلند میشن از این قوانین دفاع میکنن به نام جانشین پیغمبر خدا از قانون منع خشونت، در قانونی که در اونجا بسیاری از آیات قرآن رد شده. فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. کسی که قانون میسازه که او قانون از او مخالف نص صریح قرآن است، قرآن میگه او کافر است. امروز علمایی که خاموش هستند، مولویایی که در مساجد در منبر خود خاموش هستند، ریش سفیدایی که در خانه خود شیشتن برای پلو خوری در مجلس ها میاین، یا در روز قیامت در مقابل الله جوابگوی هستند که قانون الله نقض میشه، مخالف قانون الله قانون ساخته میشه. 4 زن بدکاره شرابخور در حالت نشه که شب تا به صبح نشست و از او قانون جور میشه. قانون در انگلستان امریکا نوشته میشه، اینجا ترجمه میشه، قانون ضد قرآن تطبیق میشه و این مردم خاموش هستند. این مردم در روز قیامت در مقابل الله چی خواد کردن؟ مردم افغانستان خجالت آور است، شرم آور است وقتی که میگی من اولاد میر مسجدی خان هستم، وقتی که میگی من اولاد وزیر اکبر خان هستم، وقتی که میگی من اولاد ملا مشک عالم هستم، وقتی که میگی من اولاد مجاهد هستم که در مقابل روس 1.5 میلیون شهید دادیم. امروز در مقابل امریکا چرا کلید خم از نکتایی زدی و در مقابل از او استاد هستی و بر از او تعظیم میکنی و در پارلمانش قانون منع خشونت تایید میکنی؟